با عرض سلام و خسته نباشید خدمت دوستان و کاوشگران عزیز شابسنگی ایران عزیزم. انشالله که حال دلتون خوب و خوش و خرم باشه. دوستان امروز یه شابسنگ آکوندرایت ماهو آوردم براتون نشون بدم و یه توضیحاتی دربارش بدم و یه خبر خیلی مهمی براتون دارم که انشالله مورد پسند دلتون باشه و بتونیم از این طریق یک کمک خیلی کوچیکی به کاوشگران عزیز بتونیم بکنیم. خب دوستان، این همونجوری که مشاهده میکنید شابسنگ آکوندرایت ماه ریکماگلیپتای بزرگ و کوچک داره. ببینید اینا همون اثر انگشتی یا ریکماگلیپ ترک های انقباضیان بساطی داره که بر اثر فشار دمای بالا به وجود اومده. همونجوری که مشاهده میکنید دوستان، ببینید شابسنگای ماه گفتم بهتون که خب آنورتوزیتی، بازالت، بالاخره توشون فلدسپات هست، نمیدونم الوین هست، پیروکسین هست، خلاصه از این نوع عنصرایی که توی اینم پوسته سوختش هنوز هست، قهوه‌ایه و بعضی جاهاش چیزه مشکیه، سیاهه. این جاهاش هم که مشاهده میکنید ببینید اینا موقعی که وارد جو، لایه جوی که شابسنگا رو میسوزونه شده، اینجا کلن دور و براش همه بر اثر فشار دمای بالا ذوب شدن و سوراخ های نابهنجاری به وجود اومدن. ببینید شابسنگ خوشگل زیبا، شابسنگ ما. دوستان توجه داشته باشید، بیشتر شابسنگای آکوندرایت ما پوسته های چرمی قهوه‌ای رنگی دارن، قشنگ مشخصه که شابسنگن، ولی بیشترشون شابسنگای ما قهوه‌ای رنگن. آکوندرایت HED از خانواده های HED، بعد عرضم به حضورتون از وستا 4 جذب ندارن و شابسنگ ماه، مریخ جذب ندارن، یا اگه جذب هم داشته باشن خیلی کم. این از این. خب دوستان، یه خریدار شابسنگ از همین معدوده ناحیه خلیج فارس هست، خب که دنبال یه نوع شابسنگی هستش و من الان بهتون نشون میدم. اگه کسی داشت بدون این که هزینه نمیدونم مثل بقیه کارشناسی بدن و فلان که بگن آقا مثلا این شابسنگ هست یا نیست و اینا، نه، ما آقا فیلم یا عکسش و فیلمش رو دقیق برای ما میگیرید میفرستید، خب توی اینستاگرامم، خب بعد ما نگاه میکنیم اون چیزی که بود واقعا اگه باشه خودمون بلند میشیم میایم شهرتون، کارشناسی هم رایگان انجام میدیم و بقیه ماجرا اونجا دیگه باهاتون صحبت میکنیم. خب همچنین شابسنگی که میخوادیم مال کلکسیون یکی از بچه هاست که البته این قصد فروششون نداره، خب و آوردن اینجا که فقط من فیلم بگیرم بذارم، نه من، چند نفر گذاشتن تو فضای مجازی. ببینید اینا مذاب داره. این الان با چشم میتونی نزدیک 20 نوع 30 نوع عنصر رو ببینید واضح. خب جذب بالایی داره، خب چگالی بالایی داره، بعضی جاهاش چیز میشه جذب داره، بعضی جاهاش نداره، جذبش هم خیلی بالا. اینو خوب ببینید. خب مخصوصا این نوع عنصرایی که داخلش باشه، این نوع سنگایی که توش باشه، خب نشونتون بدم. میبینید اینجا درست اگه مشخص بشه ببینید
مثل تیکه شیشه ها میمونن. خب مثل تیکه شیشه ها میمونن، کریستالیه. من بذارم سر آفتاب، ببخشید. خیلی وزنش بالاه، خیلی چیزه، چیگالیش بالاه، مثل حدوداً پالاسایته. خب اینجوری همچین چیزی، طلایی توشه، مشکی براق توشه، نمیدونم خوب ببینید همچین چیزیه. مثل اینا چیزایی مثل فلدسپاته. ببین یه شابسنگیه که این حقیقت این شابسنگ هنوز شناسنامه براش صادر نشده. بنده خدا خب ببینید اینجوری داره میدرخشه. بسیار بسیار شابسنگ زیبا. این البته فروشی نیست. همچین شابسنگی اگه کسی داشت توی پیج اینستاگرام بذاره که ما خودمون میایم نگاه میکنیم. اینجا اگه نگاه کردیم همونه که دنبالشیم، میایم شهرتون خودمون نگاه میکنیم و دیگه در مورد نحوه خریدشو باهاتون صحبت میکنیم. دوستان اینم برای دوستانتون حتما بفرستید، برای بچه های کاوشگر عزیزمون بفرستید. انشاءالله بتونیم بالاخره اگه همچین چیزی دارن بالاخره یه کمکی کرده باشیم. خب ببینید خوب نگاش کنید، برای بچه هم بفرستید تو پیج اینستاگرامم. من همین تو یوتیوب گذاشتم پیج اینستاگرامم، یا بزنید دیاموند 4 آندرلند بلک، دیاموند بلک، و عکس پروفایلم هم همین عکسیه که برای یوتیوب گذاشتم. اگه همچین چیزی داشتید ببینید الان خودش برای خودش یک کهکشانیه. میبینید یک کهکشانیه که دیگه خودتون دارید مشاهده میکنید. این پوسته سوختش ریخته. ببینید دوستان اینم مذابای چیزشه، مال شابسنگ. مذابای پوسته سوختش ریخته، مال برای الان نیست. خیلی سالهایی که مهمون ما روی سیاره زمینه. آره دوستان، همه شما رو به خدای یکتا میسپارم. اینم خوب نگاه کنید و اگه همچین کسی همچین شابسنگی داشت برامون بفرست عکسشو تا انشالله بیاین واسه راستی قیمتم گذاشته بنده خدا. خب گفته اگر بالای 500 گرم 600 گرم باشه، یعنی نه به این علا بزرگی ها، یعنی 500 تا 1 کیلوگرم باشه 1 میلیون دلار خرید میکنن، و اگه بالای 1 کیلو باشه اون دیگه گرمی برمیدارن و دیگه با خودتون صحبت میکنن. انشالله که راضی میشین دیگه. شما رو به خدا یکتا میسپارم. انشالله حال دلتون خوش باشه. به امید دیدار. خدا نگهدارتون.